سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه در خدمتتونم. همونجوری که میدونید 1 روز و 19 ساعت دیگه تا پایان سیزن اول بازی ایکس ایمپایر بیشتر نمونده. میخواستم بگم که حتما این روزهای آخر تسکا رو انجام بدین و این کارت های سرمایه گذاری رو حتما بگیرید، چون بعدا من یکم مهمترین بخشه و بعدا هم خیلی تاثیر داره و حتما هم تا آخر بکشید که نهایت توکن خود بازی رو بتونین دریافت کنین که بتونین پروفیتتون رو بالا ببرین. و به نظر من یک مهمترین بخشی که داره بخش ای آیه، ولی من خودم الان دارم بخش پرسونال رو بالا میبرم که بتونم تسک امروزش رو انجام بدم. اون 5 تایی که باید آپدیت میکردم و آپدیت کنم و بتونم دیلی باکس لاکی باکس هم رو بگیرم. چنل رو حتما لایک و سابسکرایب کنین، حمایت یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.